کشتنم خونین کنی چند تیغی ظلم را از کشتنم خونین کنی دم برای قتل مایی او دمی تمکین کنی از شمرغی دل بدامی پورهی مشکین کنی تا که دل بر دلم بی موجبی غمگین کنی گریه های تلخ من بینی و لب شیرین کنی یارم گریه های تلخ من بینی و لب شیرین کنی دم بدم دیوانگی از عشقت افزاید مرا ناخنی تدبیر هرگز اکدنک شاید مرا حاتمی دست سلیمان گر به دست آید مرا سر به تاج سلطنت دیگر فرو ناید مرا گر همه عمری التفات دامنی مسکین کنی گر همه عمری التفات دامنی مسکین کنی عاشقان را زندگی دور از تو می باشد محال از سری کویت برون رفتن مرا نبود خیال در جواب دور علامت مژده هنگامی سوال یارم جنت الفردوس بینایم در
در شبی خاکی دری ما را بالید کنی سلامت باشید. این نواها از دل میبرویند. این نواها از دل میبرویند که دلنواز هستند. این نواها رو استادان صنعت برای اون که ما یک راحتی خاصه و حلاوت ببریم ایجاد کردند و تا امروز این آهنگ ها مرهم به قلب ها و آرامش بخش و یک راحتی بخش برای تمام شنوندگان هستند. درود دوستان، برنامه خاطره ها است منظورتان و امروز در برنامه خاطره ها همراه ما حضور دارند عبدالرسول اسماعیلов همراه شاگردان خود استاد کنسرواتوری ملی تاجیکستان به نام طلبخوجا ستارов. سلام. سلام علیکم. خوش آمدید و سلامت باشید. در آغاز گفتیم که این نواها از دلند و واقعا همین گونه است که ما از شنیدنشون خسته نمیشویم. بله، این نواهایی هستند که از قرن تا به ما رسیده آمده است. یعنی شش مقام یکی از موسیقی خلق تاجیک که تمام عرصه جهان آن را خوب میپذیرند. طول سالها شش مقام صیقل یافته تا حالا موقع خود را در جمهوری ما استوار مانده است. بله، در کنسرواتوری ملی تاجیکستان برای باز هم ترغیب، برای باز هم معرفی بیشتر و برای پاس خاطری اون استادان صنعت مثلا در چاره‌بینی های گوناگون البته که برنامه های کنسرتی به شش مقام بخشیده می شود، اما وابسته به روزهای شش مقام باز یک چاره‌بینی مخصوصی هست در کنسرواتوری. بله، کنسرواتوری ملی تاجیکستان یگانه مؤسسه تحصیلات عالی کسبی می باشد و برای ترغیب شش مقام یکی از جایهای نمایان را اشغال می کنند و در برابر آن پیوسته همه ساله کنسرت های شام های مقام برگزار می نمایند که نفری که در کنسرواتوری کار و فعالیت می کند در یک سال باید که استاد محصول یک ساله خود را پیشکش تماشابینان گرداند و در برابر آن بخشیده به روز شش مقام که 12 می از سال 2000 تا این جانب همچون روز شش مقام جشن گرفته می شود. در عرفه این جشن بزرگ کنسرواتوری کنسرت های سلسله خوانی و سلسله نوازی را پیشکش هواداران می نمایند و همه ساله کنسرواتوری در این چاره‌بینی های شش مقام فعالانه شرکت می‌ورزد، در فستیوال سیمپوزیوم های شرکت می‌ورزد و اینچنین در برنامه های کنسرتی این یا آن چاره‌بینی هایی که بخشیده شده است صرف به شش مقام پیوسته شرکت می‌ورزند. سال 2003 شش مقام به فهرستی شاهکاری های موسیقی یونسکو وارد شد و خود همان سال کنسرواتوری نیز تأسیس یافته است. از سال 2003 تا این جانب در روزهای شش مقام کنسرت های گوناگون رنگ، یعنی یک رنگ نه، یعنی عیناً همین سالی گذشته همین سرود اجرا کرده شد، این سال نیز همین سرود را اجرا کردن جایز است، این خیلی گپ نیست. بخشیده به روز شش مقام کنسرت های صرف شام های مقام برگزار می‌گردد. از سال 2014 تا این جانب فقط سلسله خوانی عمل می‌کند. این لایحه شام های مقام خوانی است که روز اول صرف مشکلات این سازی قسمت سازی شش مقام است که صرف نوازندگی می رود و روز دوم باشد صرف سرایندگی، یعنی از سرخبار سر می کنند و در افر انجام می یابند. همین سلسله سرایی تقسیم بندی کرده می شود به استادان، مثلا یک قسمت مال یک استاد همراه شاگردانش چگونه است؟ مثلا استادانی که اختصاص درس می آموزانند
آنها شاخه های علاهیده سلسله ها را گرفته در دوام 1 ماه از 2 ماه است آمادگیشان را بخشیده به روزی 6 مقام علاقه شروع میکنند. مثلا صنفی من باشد، اگر در صنفی من 3-4 نفر دانشجو باشد، ما با آنها از ماه ینور، یعنی که نیم ساله دوم سال خوانش که شروع شد، ما شروع میکنیم آمادگیمون رو بر روز 6 مقام. یعنی در همین روند 2 ماه 3 ماه با پورگی این سلسله فرعی قسمت صوت و عمل را آماده کرده، بعد در همین عرفه روز 6 مقام به صحنه میبریم. و در برابر آن هست فنی که انسامبل برای سرایندگان و برای نوازندگان. آنها از یعنی آغاز سال تحصیل از ماه سپتامبر 1 مقام را میگیرند، کلا در همین تا عرفه روز 6 مقام آن را آماده میکنند. اکنون فرقیت آنها از دیگر چگونه است؟ یعنی قسمت های اصلیش دوامناکیش زیاده از 120 دقیقه است. قسمت های فرعی باشد، این دوامناکیش 25-30 دقیقه رو در بر میگیرد. یعنی تا آن را مشق و تمرین کرده به صحنه آماده کردن، خیلی وقت رو از آموزگارم و از دانشجویم طلب میکنند. و باز در برنامه خاطره ها حالا ما یک سرود دیگر داریم، تلقینچه صوتی صبا از نواهای 6 مقام. بله. اجرا شما میکنید؟ بله، من اجرا میکنم. این تلقینچه صوتی صبا یکی از شاخه های صوتی صبا است که از مقام راست می باشد با غزل سعدی تعلق دارد.
پوشیده دارد راز ای با حریفی خور که پوشیده دارد راز چشمانی شوخ و ابرو ناوک به جانم میزند ای دل که داده است این کمان آنطور که تیر انداز را یارم روی خوشو آوازی خوش دارند در یک لحظتی گرچه خوش لذت بود محبوبی خوش آواز را یارم سعدی تو مرغی زیرکی چونت بدام آوردند سعدی تو مرغی زیرکی چونت بدام آوردند مشکل بدام آورد کسی مانندی سو شهباز مشکل بدام آورد کسی مانندی تو شهباز را تشکر از آن گفته های شما، از آن که در استودیوی خاطره ها بیشتر ما با سرودهای شش مقام آشنا میشویم، میدانیم که چقدر کار دشوار است، میدانیم که چقدر نازک پسند است. آموختن و اجرا کردن شش مقام نه هر کس میسر می شود و هر یک سراینده چیری توانای خودش، اقتدار خودش و استعدادی که از طرف خداوند به او داده شده است اجرا کنندگیش را دوام میدهد
و برای شش مقام خوان یا که شش مقام نواز شدن اولین درجه ذهنی تیز، صبر و تحمل. یعنی این سرودهای آن، آهنگهای آن یک بار دو بار اجرا، یعنی که تکرار کنم همین کتی یعنی اجرا کرده میروم گفته گپ نیست. این پیوسته مشق و تمرین کردن در کار، یعنی که در بالای هر یک اثر ساعتها، روزها، هفتهها کار کردن در کار است که و بعداً آن را وقتی که خودتان حس کردید به شنونده نیز نازکی هاش، لذتی هر یک اثر به شنونده نیز رسیده آن را یعنی که از او اجرای شما لذت میبرند. در برابر صبر داشتن به فکرم محبت لازم، چون ما برای چیزهای صبر میکنیم که دوستشون میداریم. بله، اکنون این محبت نه تنها در اجرایش این یا آن سرود یا که در آموزش شش مقام یا دیگر محبت عموما به حیات داشتن در کار. حیات از محبت عبارت است، یعنی که محبت به همین فرهنگ ملی خودمان، محبت به همین شش مقام، محبت به اجرایش، محبت به سرایش، نوازش، همه چیز به محبت اولین درجه باید باشد. اگر نفری که محبت ندارد، یعنی که عشق و خواهش و یعنی اجرایش آن را ندارد و اجرا کننده شده نمیتواند. چطور و اجرا کننده می شود وقتی که در دلش محبت نیست؟ نفری که همین محبت دارد بعد اجرا کننده می شود. غیر از محبت یعنی که همین صبر و تحمل بله و ذهنی تیز و همین محبتی استادان صنعت رو مثلا شنوندگان مخلصانشان درک کردن که تا حال آهنگ‌های آنها، سرودهای آنها پابرجا است و با همانگونه که آنها تقدیم کردن همانگونه شنونده و بیننده نیز قبول کرده است. و مثلا آهنگ‌های کمپوزیتوران مشهور که آنها با همینگونه عشقی که ما گفتیم اجرا کردن، ایجاد کردن. بله، کمپوزیتوران کسبی تاجیک در آن زمانی که رشد کرد زیر سایه شش مقام به وایه رسیده بودند. مهارت خودشان را با همین موسیقی کلاسیکی خودمان آغاز کردند و از اینها گرفته بعد با موسیقی جهانی یعنی آمیزش کرده اثرهای بزرگی را ایجاد کردند و در عرصه بین المللی امروز یکی از کمپوزیتوران تاجیک طالبخان شهیدی هستند که ایجادیات آن کس صرف با موسیقی کلاسیکی تاجیک علاقمندی دارد. از هر یک اثرشون یک ذره باشدم بوی یا فلک میباید یا بوی شش مقام میباید. یعنی این چی است؟ این آن است که در خونی همین ملت تاجیک ژانرهای موسیقی کلاسیکی ما وارد شده است. ما فکر میکنیم که با اروپا تقلید میکند، نه، در هر یک همین نوازش آنها بوی ملی یعنی صرف تاجیکی نمایان است. پدری طالبخان شهیدی، زیادالله شهیدی نیز اون کس یکی از کمپوزیتوران برجسته تاجیک به حساب می رود. در همین ایجادیاتشون بسیار از سرودهایی که به شش مقام روانه شده است، یعنی که در همین زیر سایه های شش مقام سرودهای ایجاد کردن و ایجادکار نه تنها فقط سرود یعنی که آهنگ ایجاد کنند، شعرها را هم نیز ایجاد کردگی هستند. بله و همین سرودی آخرانی که در برنامه‌مون هست هم متن و هم آهنگ مال زیادالله شهیدی است. بله 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 و فرصتی شنیدن این ترانه است. مرحمت. جهان روزی که با تو در جهان دل بسته‌ام،
جهان روزی که با تو در جهان دل بسته‌ام هر کجا رفتم پیامی وصلی رویت جسته‌ام گفته بودی میپسندم عشقی پاکت در دلم گفته بودی میپسندم عشقی پاکت در دلم بی وفایی از تو شد من عهد را نشکسته‌ام بی وفایی از تو شد من عهد را نشکسته‌ام در لبی دریا نشستم میشنیدم ناله‌ام در لبی دریا نشستم میشنیدم ناله‌ام رقصی هم سرودی بلبلانی در هوا ای جان این دم چرا در یاد من افتاده ای یا چو فرهادی نگویی هر مقام دیدی مرا یا چو فرهادی نگویی هر مقام دیدی مرا گل جهان روزی که با تو در جهان دل بسته‌ام تشکر زیاد. دوستان گرامی، ما آهسته آهسته به فرجام برنامه خاطره ها رسیدیم. یادآور می‌شویم بار دیگر که همراه ما در این برنامه حضور داشتند استاد کنسرواتوری ملی تاجیکستان به نام طلب خوجا ستارов عبدالرسول اسماعیلов همراه شاگردان خود و ما براتون از نواهای موسیقی سنتی تاجیک گفتیم، اجرا داشتیم و در فرجام برای شما باز هم خانه آباد، باز هم تنی سالم، باز هم زندگی خوش آرزو میکنیم تا خاطره های بعدی.